شما اگر مرغوب ترین عسل دنیا، طبیعی ترین عسل دنیا، بهترین عسل دنیا رو بریزی توی کاسه بذاری توی دستشویی، هیچ کس حاضر نمیشه لب بهش بزنه. خیلی مهمه که ما در چه جمعی وارد میشیم، با چه آدمهایی در ارتباطیم. شما اگر در یک جمع ناسالم قرار بگیری، ولو اینکه خودت عالی باشی، خودت سالم باشی، فوق‌العاده باشی، عسل جمع باشی، اونا بالاخره رو تاثیر میذارن. خیلی مهمه که ما با چه کسانی هم نشین میشیم، با چه کسانی هم مسیر میشیم، هم سخن میشیم. هر آدمی که در طول روز باهاش در ارتباطیم، هر آدمی که لحظاتمون رو باهاش سپری میکنیم، یک تأثیری در زندگی ما میگذاره. محال ممکنه شما با آدم ناسالم بگردی انتظار داشته باشی که سالم بمونی. بالاخره تأثیرش رو شما میذاره. شما اگر